راجع به درمان‌های چاقی می‌خواستم این نکاتی خدمتتون توضیح بدم. درمان چاقی چند مرحله داره. یکی رژیم غذایی هست و درمان‌های دارویی و درمان‌های جراحی. خب درمان‌های دارویی که خب مشخصه باید تحت نظر پزشک متخصص داروی خاص بگیریم. ما بیشتر درمان‌های آندوسکوپی می‌خوام توضیح بدیم خدمتتون که یه روش بالون هست و یه روش جدیدی هست به نام بوتاکس معده که می‌بینیم از طریق آندوسکوپی ماده‌ای که توی زیبایی به کار میره تو قسمت‌های خاصی از معده ما تزریق می‌کنیم و مکانیزمش اینه که باعث کاهش اشتها میشه و حرکات غذا توی معده رو کند میکنه. این مزایایی که داره که خب کم عارضه هست، در عرض کمتر از 1 ربع قابل انجام هست و کم هزینه هست و خوبیش اینه که عوارض جراحی نداره، مثل افتادگی پوست و پیری زودرسی که ایجاد میشه، مشکلاتی که توی آناتومی و قسمت خاص معده ایجاد میکنه توی این روش نداریم.